خب امروز نمیدونم چند جولای، وسط جولایه، ولی هوا قراره که بشه 27 درجه تو تورنهایم. من و همسرم داریم میریم یه جای باحالی، آبشار خیلی باحالی هستش توی تورنهایم. میخوایم بریم خود بدن رو به آب بزنیم. همسر جان حرفی نداری؟ نه، خوشحالم برای امروز. یه قصر طلایی ساخته بودم به چه ذوقی. وای سینماتیک فوتوگرافی چی میگه؟ هرچی میخوام برم یه بره دیگه نمیشه، قدی صدا کنم از بسیار تنگ بود، راننده رو عوض کردیم. پروفشنال درایور گذاشتیم. خب مثل این که فقط من و تو این فکر رو کردیم. ایشالله خلوته اونجا، هیچ کس هم نمیخواد بره تو، فقط من و تو. نه خلوته خوب خدا رو شکر خلوته. خوشحالم. اینش خوبه، چیزی نیست. من و تو فکر کردیم. خب رسیدیم به استور فاستن. یک 15 دقیقه پیاده روی در پیش داریم. ها؟ آره. از این مسیر حالا میریم که ببینیم پیاده روی چه تا برسیم به آبشار. مسیری که میریم عمده بسیار زیادش ناتور رزرواته، یعنی هیچ کی نه اجازه داره بره نه هیچ کاری بکنه اونجا. طبیعت بکر یعنی که ملت ولی میتونن برن پیاده روی ها؟ نه. پس چرا ما داریم میریم؟ ما یه راهی میریم که ناتور رزروار نیست ولی بقیه دستمون دیگه طبیعت بکره. حالا میریم. دری که اونجا هست به خاطر اینی که اینا که اینجا زندگی میکنن گوسفند دارن دیگه، گلای گوسفند دارن، به خاطر همین درا رو میذارن، گوسفنداشون رو ول میکنن تابستونا تو جنگل و کوه که قشنگ پروار بشن. طرفای آخره آگست میرن میارنشون یا یه ما میذارنشون توی استبل که کاه و اینا بخورن که اون چیزای سمیش و بدنشون بره بیرون و بعدم کشتارگاه. خاطر همین اینو میذارن که گوسفنداشون از این محوطه دیگه بیشتر بیرون نرن.
ما میتونیم بریم ولی باید عقلمون برسه درو ببندیم که ببندیم. گوسفنداشون فرار نکنه. شیبم خیلی زیاد داریم کم کم صدای آبشار رو میشنویم به این سمت. چقدر دیگه مونده؟ زیاد نمون. صداش میاد. مواظب باش اینجا لیز نخوری. نه حواسم هست. اینا میتونن لیز باشن های ریشه حواسم درخت. هست. اینجا از قرار از این تنابه گذاشتن که بگیری و سر نخوری. البته فکر کنم برای فصلاییه که بیشتر مثلا بارون میاد یا دقیقاً چون یخ هست، چون معمولا خودتو نروژ باید خشک بین نیست بگیری چون اینجا یه مقداری سرپایینیه و سر. و ریشه های درخت هم خیلی سر میشن دیگه وقتی یه نمه بارون میاد روش. اینا به نظر میاد چند تا توریستن اومدن اینجا کمپ کردن شب رو اینجا سپری کنن.